خب قضیه در آلمان به وقوع آمده، یعنی قضیه در بین بلاگرای تاجیک یک واقعیت رو برای ما برملا کرد. یعنی این هم باشد خیلی دو قطبی شدن ضدیت در تاجیکستان است و علاوه بر دو قطبی شدن این ضدیت بسیار خشن شده است. خود قضاوت کنید که جوانانی که از دو طرف به هم در زدن در اصل شخصاً با یکدیگر یگان حساب و کتاب نداشتند، به خاطر عقیده اونها آماده شدند که از خیلی خشن‌ترین برخورد با هم دیگر کنند و این جوانا که امروز جوانا بر اثر دستاورد استقلالیت تاجیکستان اکثرشان البته که از این بدتر حالتها به هم دچار میشوند، لیکن در جامعه امروزه دو قطبه تاجیکستان حتی ضیاعیان را اگر نظر کنیم، ضیاعیان هم بسیار خشنند. مثال در شبکه‌های اجتماعی آنها به خاطر حمایت از موقع خود مقابلان خود را خیلی تحقیر میکنند. مثال من میتونم نام ها را حتی بیارم، مثال عبدالقادر طلبک، فرض کردیم سعدی مهدی، محمد اقبال صدرالدین، مثال و دیگر سیاف مزراب و این آدما از دو طرف برداشت یکدیگر، برداشت یک هم ملت خود رو، برداشت موقعی یکدیگر رو ندارند و این انعکاس می شود در عمل جوانان. خود قضاوت کنید که یک برخورد دو بلاگر را که به خاطر شاید خیب باشد و گفته بلاگرها آمدن درگیر یکدیگر شدند، حتی وزارت کارهای داخلی 5 یا 7 دقیقه نشست خبری خود را به این بخشید و در لحظه های اول وقوع حادثه الکی وزیر کارهای داخلی مفصل، یعنی با جزئیاتش به رسانه ها معلومات درباره این درگیری رو میدهد که این خیلی سوال برانگیز هم می شود که به نظر می رسد که پس این وزارت یا این وزیر کارهای داخلی در جریان بوده است، یعنی در تماس با این گروه بوده است و در جریان بوده است که در آنجا چی به حقوق می پیوندد. بنده هیچگاه بر این نظر نیستم که این بنده خدا منظورم همین برای نتیجه به وزارت کارهای داخلی یا به کمیته دولتی امنیت ملی کار میکرده باشد، اصلا نه. لیکن وزیر کارهای داخلی تا حد همین دو قطبی تاجیکستان شده است که اون به عباره اینها مخالفین ضعیفی که در غرب رفته به ملت خود سنگ می اندازند، با عباره دیگر یعنی اون مخالفان ضعیف را در هر امکانی که شد یک وزیر کشور می آید و به یک قضیه بلاگرها می چسبند و می خواهد از این خال سیاسی را کسب کند. وزیر دیگر می رود به دولت همسایه، دولت افغانستان و در آنجا شاید با پیشکش حتی پاره و رشوه می خواهد که اونها یک اظهارات پخش کنند به مقابل این مخالفین ضعیف در مناسبات بین الخلقی می آیند و افسانه ایجاد می کنند و این دو قطبیگی
من میخواستم مراجعت کنم که برادران کمی وزن‌تر شدن در کار. آخر به خاطر موقع سیاسی همین کودکانی که اینا رو به ما ربط دادن، البته که اینا به ما ربط دارن، من نمیگویم که به طور یعنی تشکیلی، یعنی در تشکیلات پیمان باشن یا در یگان ساختار دیگر پیمان باشن، نه. اونه که خود را مخالف اعلان کرد، اونه که خود را مخالف حکومت رحمان حساب کرد و هر چیزی که هر کمبودی که از او سر میگرد این بار تمام مخالفی می شود و هر پیشروی که او کرد بهره را تمام مخالفی می گیرند. مثال گرچنده همین مخالفین با هم دیگر هم مخالف باشند، اگر یک پیشرفت یک گروه مخالفین کرد، من مثال میارم، اگر گروه 24 یک پیشرفت در مبارزه با همین رژیم کرد، البته که پیمان ملی هم از این بهره میگیرد. اگر همین بلاگرها یک خیلی عاقلانه حرکت میکرد، بلاگرانی که از این طرف بودن، یعنی موقعشون از این طرف بود، من نمیگویم که اونا اعضای پیمان ملی، لیکن ما موقعی نزدیک داریم، ما یک دشمن داریم. اگر اینها موفق شوند، البته که پیمان ملی از این بهره میگیرد و هر کمبودی که از اینا سر میگرد همه ما از این صدمه میبینیم. و من از تمامی اونایی که خود رو مخالف معرفی برای جامعه تاجیکستان کردن، من میخواستم که خیلی مسئولیتناک به همین مخالفت خود عمل کنن. نمیشود برای اعتقاد خود، برای عقیده خود تو بیایی و از زور کار گیری، یعنی اثبات رو با دلیل نمیاری، بگذار اون طرف تحقیر کرد، بگذار اون طرف دیگر گپای ناجا گفت. نمیشود اون رو با زوری متقاعد کرد که دیگر این کار را نکند. و من یک چیز دیگر را قید کنم که اینا را ربط میتین به نهضت اسلام، که نهضت اسلام جزء پیمان ملی تاجیکستان است، ربط میدین به دیگر گروه های مخالفین. خب این جوانایی که هستند، اینا فرزندای ما هستند، خواه اونگرد باشد، خواه سازمان جوانان نزدیک به حزب خلقی دموکراتی باشد، خواه بگذار همون بچه نهضتی باشد. البته همه اینها به این اشتباه را میگن. چه شما شاهد آن نیستید که در تاجیکستان دانشجویان کارت کشی میکنند؟ در تاجیکستان جوانایی که عضو حزب خلقی دموکراتی هستند کارت کشی میکنند، دیگر کار میکنند و این همه‌شون فرزندان ما هستند. ما نمیتونیم امروز برادران طبل شادی میزنند که یک مخالف یک اشتباهی کرد، یک کاری کرد. ما باید با این شادی نکنیم، اینا فرزندای ما هستند. این روزهای مخالف است، پگاه وای باز میتواند جانبدار شما شود. چقدر مخالف ها امروز از موقع شما دفاع میکنند؟ آیا ما اونا را همشون همین روز خرسند شویم که یک جوان دچار مشکل با مقامات اروپایی یا با مقامات دیگر کشور شد؟